سلام دوستان، به کانال نیکاتاب خوش آمدید. باستانشناسان همه وقت در پی کفتوکوب زمینی گردی ما هستند و همه وقت همه چیزی بسیار جالب درباره گذشته آن را پیدا میکنند. در بین آنها هستند کشفیات عجیب و ترسناکی که دیدنشان کس را به دهشت میآورد. ما در این نوار یک چند تا از این کشفیات باستانی ترسناک را برای شما جمع آوری کردیم. پس تا آخر برنامه با ما باشید، لایک گذاشتن را فراموش نسازید و برای دیدن نوارهای بعدی ما به کانال ابونه شوید و زنگولچه را پخش نمایید. دوستان، شما тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. خب مورد اول این قبرهای درختی در اندونزیا. در اعماق جنگل اندونزیا در یک منطقه دور افتاده کوهستانی در سلواسی جنوبی اجساد بعضی از نوزادان در تنه درختان دیده می شوند. این رسم قدیمی است که قرنها پیش اجرا می شده است و هنوز هم مردم این دهات اجساد کودکان خود را درون این درختان می گذارند. آنها چنین عقیده دارند که این گونه روح نوزاد امکان این را دارد که دوباره به طبیعت برگردد. ساکنین این منطقه سوراخی در تنه درخت ایجاد کرده یک قبر خردک برای نوزاد تشکیل میکنند. جسم را درون متاع پیچانیده درون درخت میگذارند تا به طبیعت آمیخته شود. شاید این موضوع برای ما غیر معمولی و ترسناک به نظر آید، ولی برای خودشان یک امر کاملا طبیعی بوده از این کار راضی‌اند. آنان چنین فکر میکنند که وقتی باد میوزد روح کودک را با خودش میبرد و بدن کودک با درخت آمیخته میشود. ممکن است در تنه هر درخت 10 جسم کودک پیدا شود که پشت درهای چوبی کوچک گرانیده شده‌اند و این نکته نیز قابل ذکر است که همه کودکان را در این درختان نمیگذارند، بلکه فقط کودکانی که هنوز دندان نبرآوردند و از دنیا رفتند در اینجا جایگیر می شوند. دستان دشمن. باستانشناسان مصر در نزدیکی شهر باستانی اوریس چند شیء دهشتناک را پیدا کردند. آنها موفق شدند 4 چقوری که درون آنها دست قطع شده انسان گرانیده شده بود پیدا کنند. دو تا از این چقوری ها در نزدیکی جایی که در گذشته تخت فرمانروایی گذاشته میشد قرار گرفته بودند و داخل هر کدامشان یک دست انسان بود. 2 چقوری دیگر نزدیک دیواره های قلعه باستانی قرار داشتند و در مجموع 14 دست قطع شده انسان درونشان بود و عجایبیش در آن است که همه این دستها فقط دستی راست بودند و یگان دستی چپ در بینشان یافت نشد. جناب منفرد بیتاک رهبر گروه باستانشناسی در مصاحبه اعلام کرد که این دستان به طور غیر عادی بزرگ بودند. حالا به فکر شما چرا این دستان قطع شده بزرگ درون این چقوری ها دفن شده‌اند؟ نکته دیگر این است که قدمت این دستان به 3600 سال پیش برمیگردد، زمانی که سلسله هکسوس بر مصر حکومت میکرد. پایتخت هکسوس ها همین اوریس بود که همکنون با نام تل آدابه شناخته می شود. در آن زمان ها شاه پایان به تخت قدرت نشسته بود و فرمان روایی میکرد. باستانشناسان می توانند حدس زنند که دلیل قطع شدن این دستان چیست. ظاهرا در مصر قدیم چنین رسم بود که سربازان دست دشمنان را قطع کرده در عوض طلا به پادشاه هدیه میکردند. با این راه سربازان مصری چنین نشان میدادند که با گرفتن دست دشمن قدرت را از او گرفتند و گرفتن طلا هم یک نوع پاداش بود. یاغی غار. خوب اینجا گپ درباره یک جسم بسر که در یک غار در شهر دوبیاز آمریکا پیدا شده است میرود. پرونده این ماجرا به سال 1979 برمیگردد که در آن وقتها چند تکه مربوط به بدن انسان در آنجا کشف شده بود. این کشفیات در سال 1991 هم تکرار شد، ولی آن وقتها هویت جسد معین نشده بود. حالا باشد از هویت آن باخبر شده میدانیم که این داستان به 100 سال پیش برمیگردد و قصه جالب دارد. خلاصه داستان در مورد یک یاغی بدنام است که آخرین بار در سال 1916 دیده شده بود. شواهد نشان می‌دهند که این آدم خلافکار چندان باهوش هم نبود. این شخص جوزف هنلی لاولس بوده از این غار به عنوان مخفیگاه استفاده می‌کرده است. دانشمندان موفق شدند که با انجام آزمایش DNA و تبارشناسی مشخصیات و هویت جسم را مشخص کنند. جوزف در سال 1970 به دنیا آمده بود و پس از ازدواج با همسر دومش
زایمانش 4 کودک قد و نیم قد را به دنیا آوردند. سال 1916 جوزف در یک اقدامی وحشتناک همسرش را به قتل می‌رساند و چند بعد هم پلیس وی را به خاطر فروش غیر قانونی مشروبات اسپریتی دستگیر می‌کند، اما وی موفق می‌شود که فرار کند، ولی دیگر کسی نمی‌داند که چی بلایی به سرش می‌آید و چی می‌شود که جسد بی‌سری آن را درون غار پیدا می‌کنند. دانشمندان چنین تخمین می‌کنند که کسی دیگر او را در جای به قتل رسانیده است و بعداً جسد بیجانش را درون غار پرتافتند که واقعاً دهشتناک است. نیاندرتال‌های آدمخوار. چیزی جالب این است که حدود 40,000 سال پیش مردم بلژیک آدمخوری می‌کردند. ما در مورد نیاندرتال‌ها صحبت کرده ایستادیم. مردمانی که با خوردن گوشت هم نوعان خود زندگیشان را می‌گذراندند. ما این موضوع را از آنجا فهمیدیم که در درون غار کشف جالب کردند. دانشمندان استخوان‌های پیدا کردند که نشانه‌های از قصابی کردن در آنها یافت شده و چنین معلوم می‌شد که کسی با کارد آنها را استفاده کرده باشد. دانشمندان معتقدند که همین موضوع باعث نابود شدن نسلشان در 30,000 سال پیش شده باشد. بنابر گفته رئیس دسته تحقیق کنندگان پروفسور هروی بیکرز، این دسته از آدمان هم نوعان خودشان را مثل حیوانات پوست کرده و سپس تیکه تیکه می‌کرده می‌خوردند. این موضوع به قدر وحشت انگیز است که آنها حتی مغز و استخوان یکدیگر را جدا کرده استعمال می‌کردند. وقتی که دانشمندان باقی مانده استخوان‌های حیوانات مثل گوزن و اسب را در همان غار پیدا کردند، فهمیدند که فرق با باقی مانده استخوان‌های انسان‌ها نداشتند و ظاهراً این قوم هیچ تفاوت بین انسان و حیوان قائل نبودند. اگر این برایتان بسنده نباشد، پس این را هم علاوه می‌کنیم که دانشمندان موارد کافی درباره آدمخوری این قوم را در فرانسه و اسپانیا نیز یافتند. خلاصه فرقی نمی‌کرده است که آنها در کجا زندگی می‌کنند، هر جا که نبودند از گوشت همدیگر لذت می‌بردند. مسکه توتنخامن. یکی از کشفیات ترسناکترین باستانی دنیا همین چیزی است که در حال حاضر درباره‌اش صحبت کرده ایستادیم. نقاب توتنخامن بدون شک مهمترین و معروفترین وسیله است که در معبد فرعون کشف شده است. احتمالاً شما میدانید که مصریان چقدر مجذوب و علاقه‌مند موضوعها به مرگ بودند. از مومیایی کردن گرفته تا به زندگی پس از مرگ، آنها به تشریفات و مراسم بعد از مرگ دقت زیادی داشتند. مصریان نقاب مرگ را با توجه به خصوصیات ظاهری و صورت شخصی فوتیده می‌ساختند و در تابوت قرار می‌دادند. فلسفه این کارشان هم در آن بود که فکر می‌کردند روح آدم پس از مرگ می‌تواند به واسطه این نقاب جای جسمش را که در آن دفن شده است را پیدا کند. علاوه بر آن، اگر اتفاقی برای جسمش به وجود آید، روح می‌تواند که در داخل آن نقاب پنهان شود. گرچند این مسئله برای ما عجیب باشد، ولی در آن زمان کار عادی بوده، از رسم و رسوم آنها به حساب می آمده است. بنابر اظهارات تاریخدان دنیس نو، مصریان یک تصویر ایدئال و بدون عیب و نقص از فرعونیان خودشان می ساختند. این کار را به عکس‌های امروزه از بعضی آدمان که برای اینستاگرام خودشان میگیرند و با چهره اساسی خودشان خیلی فرق دارد مانند میکند. این نقاب‌ها به بهترین شکل ممکن ساخته شده بودند و با یک قبض از طلا بالای آنها پوشانده شده بود. اگر روز گذرتان به قاهره افتد، از موزه مصر دیدن کنید تا بتوانید این نقاب‌های زیبا و طلایی را از نزدیک ببینید. قبرستان کمبریج. قبرستان انگلو ساکسون در زیر دانشگاه کمبریج کشف شده است. البته باید قید کنیم که این قبرستان زیر خود دانشگاه نه، بلکه زیر زمینی که میخواستن برای دانشجویان خوابگاه بسازند پیدا شده است. وقتی که کارگران کار را آغاز نمودند، مقدار زیادی از استخوان پیدا کردند و آنجا بود که فهمیدند بر روی قبرستانی قرون وسطا قرار دارند. تاکنون محققان توانستند حداقل 60 تا قبر که 400 تا 600 سال بعد از میلاد بودند را پیدا کنند. در داخل اکثر این قبرها چیزهای جالبه مثل جواهرات برنجی، بطری‌های شیشه‌ای، سلاح‌های زنگ زده و سفال‌های شکسته دیده می‌شد. کالروت گوتسن، یکی از مدرسین دانشگاه کمبریج، گفته است که این دستاورد باستانی خیلی جالب و آموزنده است و می‌تواند
دانش‌های مربوط به دوران رومی را افزایش دهد. این قبرستان در سالهای پس از سقوط روم مورد استفاده قرار داشته و احتمالاً تا قرن‌های 7 از آن استفاده می‌شد. نکته‌ای که تمام دانشمندان را متعجب کرده است این است که تمام این قبرها در زیر خانه‌هایی که در قرن 20 ساخته شده بودند دفن شدند و هیچ کس هم از آنها خبر نداشته است. ساکنان این خانه‌ها هر شب بر روی 60 تا جسم می‌خوابیدند و اصلاً از آنها خبر نداشتند. ترسناک است، همینطور نه؟ مومیایی با زبان طلا. وقتی که باستانشناسان در حین بازیابی یک محل باستانی در تپاسیر مگنا در مصر بودند، یک مومیایی دفن شده با زبان طلایی را یافتند. خدمت این مومیایی به 2000 سال پیش برمیگردد و زبان طلایی هم محققان را در حیرت گذاشته بود. بنابر گفته محققان، ماجرای پشت این زبان طلایی آن بوده است که شخص مومیایی شده تواند با آن زبان با خدایان سخن گفته ارتباط برقرار کند. به احتمال آن شخص مومیایی شده در دوران زندگیش از بیماری رنج می‌برده است که نمی‌توانسته است با زبان خود سخن گوید. به همین خاطر به او این زبان طلایی را می‌دهند تا تواند با اوسایلیس خدای عالم اموات سخن گوید. گذاشتن چنین زبان برای مومیایی یک حادثه جالب است و یک بار دیگر نشان می‌دهد که مصریان به چه اندازه به عالم و دنیای مردگان اهمیت می‌دادند. خب نظر شما در مورد این کشفیات باستانی چیست و کدام از آنها برای شما جالبتر یا بسیار ترسناکتر بود؟ لطفاً جوابهای خود را و یا هر نظر دیگری که دارید برای ما کامنت کنید.